به نام ذات فراتر از تصور. مغز گرسنه و تشنه داریم اما بیخبر هستیم. همان قسم که معده از ما و شما توقعات غذاهای خوب و سالم داره، مغز همچنان از ما و شما توقعات تغذیه سالم داره. پس بنان 2% وزن بدن انسان را مغز تشکیل میده، اما 20% مصرف کننده انرژی در بدن مغز می باشد. پس بنان مغز ما تشنه و گرسنه گلوکوز و ویتامین های بی است که میوه‌جات و سبزیجات سرشار چنین ویتامین ها می باشد. 60% مغز را لیپید و چربی تشکیل می دهد. پس بنابراین مغز ما تشنه و گرسنه لیپیدهای سالم، چربی های سالم است، مانند اومگا 3 که غذاهای بحری، میوه‌جات، سبزیجات، میوه های خشک مانند چهارمغز، بادام، پسته سرشار از اومگا 3 است. مغز ما تشنه گرسنه خواب است، پس خواب کافی داشته باشیم. مغز ما گرسنه و تشنه خون و اکسیژن کافی است، پس باید ورزش کنیم تا مغز سالم داشته باشیم. پس بیایید با مغز خیش دوست باشیم، نه دشمن. اکثر مریضا شکایت بیشتر زیادتر از افسردگی، از کندی ذهن، از یاد فراموشی دارن، به خاطر که با مغز خود دوست نیست، دشمن است. از غذاهای فسفود سرخ شده استفاده میکنیم، از نوشابه های گازدار استفاده میکنیم، خواب کافی نداریم، ورزش نداریم، مدیریت استرس نداریم. بنابراین با مغزتان دوست باشین تا سالم بمانیم.